سلام، خیلی خوش اومدیم به میز تحلیل ورزش مدیا. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم. امروز می‌خوایم راجع به تیم ملی فوتبال کشورمون صحبت کنیم. دو بازی پنجم و ششمش تیم ملی تو انتخابی جام جهانی 2026 برگزار کرد با نتایج مشابه 3-2. کره شمالی قرقیزستان رو شکست داد. اما خب میدونین فضایی که بعد از این دو تا پیروزی به وجود اومده اصلا فضای جالبی نیست. انتقادات به شدت بالا گرفته از عملکرد تیم ملی و سیبل شده این تیم. دلایل مختلفی هم داره. این دلایل رو تو دو بخش من فکر میکنم که بتونیم خلاصه کنیم. یکی بخش فنی ماجراست و یکی بخش غیر فنی. تو بخش فنی خب من خودم به عنوان هوادار ساده فوتبال خیلی هیچ وقت همیشه پرهیز کردم از اینکه راجع به مسائل فنی خیلی ریز و جزئی اظهار نظر کنیم. صاحب صلاحیت نمیدونم خودم بدون تعارف و آدمای کارشناس‌تر، حتما آدمایی که رزومه و سابقه این شکلی دارن باید اظهار نظر کنن. اما خب یه چیزایی هست که با چشم غیر مسلح خیلی عادی و ساده هم میشه اینا رو دید. فکر میکنم فهم این مسائل خیلی کار سختی نباشه. شکل بازی تیم ملی، اینکه تیم ما پیره با همه وجودش، با همه توانش، با همه ستاره‌هاش میره در مقابل رقبای زیر متوسط و به این شکل زجرآور همراه با سختی و مشقت زیاد پیروز میشه. این فکر کنم خیلی چیز ساده‌ای باشه فهمش و اصلا نیاز نیست که شما لزوما متخصص باشی تو این حوزه بدونی. ما مدام میگیم تیم باید جوون شه، باید به فکر آینده این فوتبال بود. کادر فنی تیم ملی مطلقاً به این موضوع اعتقاد نداره. شما رقبای ما رو ببینید، مثلا قرقیزستان من فکر کنم میانگین سنش 25 سال بود، کره شمالی میانگین سنش همین حدوده، حتی ازبکستان فکر میکنم 2-3 سال از ما کوچیک‌تر باشه. ما تیم ملیمون با همون ترکیب، حالا اگه جوونی هم دعوت میشه در واقع برای دکور ماجرا سروسکوم میشینه. ترکیب اولیه ما تو این دو تا بازی تقریبا 29 سال بود میانگینش. کاملا مشخصه که ما با همه قوا داریم میریم به جنگ قرقیزستان و کره شمالی و ازبکستان و اینا، ولی نتیجه‌ای که به وجود میاد، یعنی حتی اون نتیجه هم امیدوار کننده نیست. همه تلاش ما، کادر فنی ما اینه که نتیجه بگیریم، راحت‌تر ببریم، بهتر ببریم، اما همون نتیجه هم حاصل نمیشه. یعنی منهای بازی قطر که تابع شرایط خاص خودش بود و شکل بازی مخصوصا بعد از گل دوم ایران تغییر کرد، تو تک تک بازیایی که تیم ملی نواخر داشته این مشقت و دشواری قشنگ به چشم اومده. نیمه دوم بازی کره شمالی واقعا تونل وحشت بود دیگه. دیدین هر کاری که خواستن کردن. 2 تا گل 3-0 باخته بودن نیمه اول و نیمه دوم 2 تا گل به ما زدن. یه بار تیر دروازه‌مون رو لرزوندن. انواع و اقسام کارهای ترکیبی و تاکتیکی. یعنی من به جرئت میتونم بگم این کارهایی که تو کنارهای زمین بازیکن‌های بی تجربه کره شمالی انجام میدادن میرسیدن سمت دروازه ما 1/5 اینو تو تیم ملی ایران ندیدیم. تیم ملی ایران خیلی ساده و بیرو درواسی رو کاکل یه سری از ستاره‌های بین‌المللی خودش میچرخه. ما شاید با شخصیت اینا حالا مشکلاتی داشته باشیم، هوادارهای فوتبال زاویه داشته باشن، ولی واضحه که مهدی طارمی، سردار آزمون، اینا ستاره‌های بین‌المللی تو یه لحظه میتونن کارو در بیارن. اندوخته فوتبال ایران ناشی از عمدتاً خلاقیت این بازیکن‌هاست، اما در نقطه مقابل هر جور کار تاکتیکی میشه میکشه به نبرد اندیشه‌های 2 تا مربی‌ها. میبینیم راحت تیم ملی ما تسلیم میشه. نیمه دوم بازی قرقیزستان هم همین جور بود. تو هر 2 تا بازی هم خیلی خوش شانس بودیم که شکست نخوردیم. این شکل فنی ماجراست. یعنی انتقادات از این حیث به نظر من موجه بخش زیادش. حالا عمدتاً گفته میشه که آقا ما انقدر امتیاز گرفتیم، صدرنشینیم، داریم راحت میریم جام جهانی. آقای قلعه‌نویی نشست خبری قبل از بازی قرقیزستان خبرنگار قرقیزستانی رو شاهد گرفته که آقا شما بگو انتقادات تو کشور من از من عادلانه هست. اون بنده خدا از کجا بدونه؟ یعنی یه فضای این شکلی وجود داره. بله شما خوب امتیاز گرفتی، داری میری بالا، ولی خب سوال مهم اینه که اصلا کیا رو بردی، با کیا بازی کردی؟ آیا واقعا این تیمایی هستن که ما قرار باشه جلوشون مشکل بخوریم؟ این ساده ترین گروه انتخابی جام جهانی تو تاریخ فوتبال آسیاست. منت چی رو واقعا سر مردم میذاری؟ بچه‌ها زحمت کشیدن، محاسبه کردن. 17 تا حریف منحصر به فرد داشته تیم ملی ایران از زمان بازگشت آقای قلعه‌نویی، منهای روسیه رو محاسبه نمی‌کنیم چون از جدول خارج شده، فریز شده نتایجش. این 17 تا تیم معدلشون تو رنکینگ فیفا 92.
یعنی بردن تیمایی که هولوش 80 90 110 120 انقدر دستاورد مهمیه که هر بار اینا باید بیان بشینن تو کنفرانس خبری بگن آقا ما فلان کردیم. تیم ملی ایران تو تاریخش، اینم یه فکت آماری ساده است، با این همگروهایی که داشتیم تو کل هماوردیایی که با این همگروهامون داشتیم کلا 2 تا باخت رسمی دادیم. به امارات که هیچ وقت تو بازی رسمی نباختیم، اون قرقیزستان و کره شمالی هم که از حیز انتفاع ساقطن کلا. با قطر یه بازی باختیم به صورت رسمی قبل از دوره آقای قلعه‌نویی، چون دوره ایشون باخت جام ملت‌ها هم تجربه کردیم. باخت اون به قطر مقدماتی 98 بود، جام جهانی 98 بود که داستان خودش داشت. یه بارم با ازبکستان باختیم مقدماتی جام جهانی 2014 که حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. محمد نوری تو اون بازی هم حتی گل سالم زد، داور به اشتباه آفساید گرفت. میخوام بگم اینا ان تیمایی که ما باشون روبرو شدیم. ما تو کل تاریخ فوتبالمون از قرقیزستان 2 تا گل خورده بودیم، تو یه نیمه با شما 2 تا گل خوردیم. این همه طلبکاری برای چیه واقعا؟ قابل فهم نیست. و میگم نکته آزاردهنده ترش برای من به عنوان هوادار فوتبال اینه که ما با همه وجودمون داریم بریم تو این بازی‌ها. بعد من نگرانم تیمی که میانگین سنیش 29 ساله 30 ساله داره به جوانش بازی نمیده، قدرت‌های درجه 2 3 آسیا دارن با تیم‌های 24 5 ساله بازی میکنن جلو ما. این برای آینده ما خیلی بده، خیلی خطرناکه. این تیمی که الان 25 سالشه میاد جلو دروازه ما میترسه، بی تجربه است، اون توپا رو گل نمیکنه، 4 سال دیگه پخته تره. 4 سال دیگه که ما اصلیامون رفتن بازیکنای میدون ندیدمون اومدن، اونا اون وقت تیم با تجربه تری دارن. من مطمئنم مشکلات اون جلوی این تیم‌ها به مراتب بیشتر هم میشه. این وظیفه کادر فنی فعلیه که این هزینه رو بده، بازیکنای ما رو میدون دیده کنه. ولی خب آقای قلعه‌نویی کلا اعتقادی به این داستانا نداره. این بخش فنی ماجرا بود، تا یه حد راجبش صحبت کردیم. عامل اصلی انتقادات از این تیم ملی، عامل اصلی این که این تیم از چشم مردم افتاده، اتفاقا بخش غیر فنیه. تک تک کنش‌های این تیم، بازیکناش، کادر فنیش، دونه دونه آدمای کادر فنیش و حتی بالاتر فدراسیون فوتبال یه جوریه که انگار دارن به شما التماس میکنن، میگن بیاید از ما متنفر باشید، آی تمام ایران از ما بدتون بیاد. اصلا انگار از این که ما از اینا نفرت داشته باشیم لذت میبرن. مسابقه گذاشتن با هم. بعد اون وقت یه منظومه‌ای تشکیل شده تو تیم ملی برای نفرت خواهی، نفرت طلبی، که اون کسایی که مثلا متعادل ترن یه شکل دیگه، یعنی مثلا آدم انتظار نداره، چه میدونم مثلا سامان قدوس، ما کی فکر میکردیم بیاد بگه بهترین مربی فوتبال من امیر قلعه‌نویی بوده، بازیکنی که دیگه برتر. اونا هم حتی میان تو این منظومه حل میشن، ذوب میشن، همسو میشن با این موج بزرگی که راه افتاده. بخش بزرگی از انتقادات از تیم ملی به این دلیله. تک تک این رفتارا زیر سواله. شما ببینید بازی رفت با قرقیزستان 4 تا تماشاچی 4 تا شعار دادن. هیچ اتفاق عجیبی هم نیست، همه جای دنیا هم به وجود میاد. آقا لیونل مسی رو با اون عظمتشون، سوالایی که تیم ملی آرژانتین موفق نبود، تو رستوران تو بوئنوس آیرس حمله کردن، کتک زدن. درست و غلط چی کار ندارن، ولی مردم اینجوری ان، احساسات دارن، آوتشون بروز میدن. حالا بازی با قرقیزستان ما خوب نبودیم، 4 تا بازیکن، 4 تا هوادار تیم ملی که زحمت کشیدن رفتن استادیوم بازی رو دیدن، 4 تا شعار دادن. چه اتفاقی افتاده؟ بوخچیای منتسب به آقایون که رو سکوها رفتن شروع کردن مردم رو کتک زدن. هیچ کس هم من ندیدم تو این فوتبال اینا محکوم کنم. بعدم که بازیکنای نسل طلایی زحمت کشیدن، بایکوت کردن مردم، آخر بازی صرفا رفتن جلوی سکوی بانوان تشویق کردن، علیه احترام کردن. خب شما با این شرایط انتظار داری که مردم دوستت داشته باشن؟ معلومه که دوستت ندارن. استوری میذارن، پست میذارن، مدام برای هم نوشابه باز میکنن، ما نسل طلایی هستیم، ما فلان هستیم، مصاحبه میکنن، آره ما کارایی کردیم که تو تاریخ سابقه نش. خب چه کار کردین که ما ندیدیم، نمیدونیم؟ آقای قلعه‌نویی هم که الان به درستی در رأس این مجموعه قرار گرفته، این که میگم به درستی دلیلش از کجی اتفاقا. میخوام بگم اتفاقا کسی که این در و تخته رو جور میکرد به بهترین شکل ممکن خود آقای قلعه‌نویی بود. قشنگ ادبیاتشون رو میبینید دیگه. ما بازی با کره شمالی اومدن بیرون میگن ما ساختار دفاعیمون خوبه، اشتباهات فردی باعث میشه که گل بخوریم. یعنی دقیقاً من ادبیات تراز مسئولین تو کشور دیگه، بردا ناشی از تدابیر و تاکتیکا و درایت آقایونه، این همه مسئولای سیاسی مملکت. باختا نه، توطئه و بدخواهی و اشتباهات فردی و قضا قدر و اتفاق و اینا.
بازی قرقیزستان اومدن بیرون به جای اینکه خجالت بکشن از شکل بازی که تیم ملی جلوی تیم 103 دنیا کرده، میگن ما در واقع سر اشتباهات فردی گل خوردیم، خوشحالم تیم هجومی ساختیم باید تجدید شه. آقا بعد اشتباه فردی رو مثال میزنه، میگه سر گل اول تو قرقیزستان یارگیرش که حالا نمیخوام بگم کی بود اشتباه کرد، یارو اونا رو نگرفت. خب چجوری این میشه اشتباه فردی، اما گل سردار آزمون که ضربه سر زده شده تو همین بازی اشتباه فردی نیست دیگه؟ خب اونجا هم یارگیر اونا اشتباه کرده. چجوری همه گلایی که ما میخوریم به خاطر تصادفه، ولی دروازه‌بان و مدافع تیم ملی قطر اول نیمه دوم به هم میخورن، سردار آزمون میره دروازه خالی رو باز میکنه، این میشه تاکتیکی؟ اصلا بازی قطر اون گل در آورد. دو تیم یک کرد و نیمه اول بختایی داشتن، هر کدوم هم تیر دروازه همدیگه رو لرزونده بودن. اول نیمه دوم قطر چنین گلی خورد فرو پاشید، شاید بدون اون گل تصادفی شرایط عوض میشد. ولی خب آقای قلعه‌نویی اینا رو نمیبینه، بازیکناش اینا رو نمیبینن، از عالم آدم طلبکارن. شما اصلا اگه انقدرم که دارید میگید خوب هستید، واقعا اگه خوب بودیدم نباید انقدر تکرار میکردید. آدما بدشون میاد از اینکه کسی بیاد چپ و راست رو سرشون منت بذاره، خوب بودن خودشو به رخ بکشه. والله خدا شاهده، من فکر نمی‌کنم تیم ملی آرژانتین که قهرمان جهان شد، قهرمان کوپا آمریکا شد، انقدر سر مردمش منت گذاشته باشه. شما چی کار کردین؟ چه دستاوردی داشتین که ولکن ما نیستین؟ قطری که شما کمکش کردین قهرمان جام ملت‌ها شه، الان هم هی چپ و راست. آخه بامزه است، تیم ملی قطر فقط ایران رو برد قهرمان جام ملت‌ها شد، هیچ قدرت دیگه تو مسیرش نبود. تیم ملی قطر 3 تا بازی کرده توی مرحله انتخابی، بعد از این 3 تا بازی رفته فلسطین رو به زحمت با کلی دردسر 2-1 برده. تو بازی 1/4 نهایی هم با ازبکستان، تو بازی که حقش نبوده حتی مساوی کنه، 1-1 مساوی کرده. تو ضربات پنالتی باخته به ازبکستان، یعنی هیچ برده ازبکستان، یعنی هیچی به هیچی. تو پنالتی هم من اگه اشتباه نکنم ماشاریپوف پنالتی خراب کرد برای ازبکستان. به این شکل وارد نیمه نهایی شده. قطری که ناآماده بوده، کیفیت کافی نداشته، قرعش آسون بوده. شما تو نیمه نهایی 3 تا ازش خوردین، 3 تا هم نخوردین. بعد همین تیم خودتون با دست خودتون قهرمان آسیا کردین، بعد اومدین توی انتخابی جام جهانی 4 تا بهش زدین، همه جا میگین ما با قهرمان آسیا 4 تا زدیم. آقا اونی که شما بهش میگی قهرمان آسیا، اون شما خودت قهرمان آسیا کردی. کما اینکه فرم فعلی قطر این شکلیه دیگه، 5 تا هم دیشب از امارات خورد. دستاوردتون غیر از این چیه؟ فینال آسیا رفتین، از گروه خودتون جام جهانی صعود کردین. چه اتفاقی افتاده که الان هم که شما فکر میکنین در این سریع ترین صعود تاریخ رو رقم میزنین، این شده کلید وجهتون. خب دیگه هر بچه 10-12 ساله به نظر من میدونه تعداد تیم‌های حاضر جام جهانی شده 48 تیم و دیگه در واقع این کار سختی نیست که شما صعود کنی. از هر 4 تیم تو دنیا بارها گفتیم یه تیم داره میره جام جهانی، یکیش هم شما این. اگه ممکنه واقعا از رو قلمرو شما بیاین پایین، نزول اجلال کنین، تشریف بیارین یه ذره رو زمین با هم صحبت کنیم. اصل و اساس منت گذاشتن کار بدیه، ولی این در کمال خونسردی تو تیم ملی ایران رعایت میشه. حتی خود آقای امیر قلعه‌نویی هم که الان من فکر میکنم با آقای امیر قلعه‌نویی ما همین لحظه تماس بگیریم بگیم آقا سلام حال شما چطوره، میگه سال 2007 در حق من نامردی کردن، منو ناعادلانه برداشتن. آقا اون ماجرا تمام شد رفت. بذارید این مثال بزنیم راجبش، شاید این مثال قشنگ نشون بده که چقدر این کار زشتیه و چقدر تفکر عقبیه. آقای درگان اسکوچیچ به عنوان مربی متوسط، خب زمانی هم که انتخاب شد سرمربی تیم ملی شد، همه انتقاد داشتن دیگه. خود ما هم میگفتیم آقا رزومه‌شون چیه؟ یه سری تیماش خوب بازی میکردن تیم ملی توی فوتبال باشگاه ایران، ولی به رزومه‌ش انتقاد داشتیم. اومد کار گرفت، عملکرد موفقیت آمیزی داشت. ببین ما وقتی میگیم عملکرد موفقیت آمیز یعنی چی؟ یعنی شاهکار آقای تاج، آقای ویلموتس به عراق و بحرین باخت. آقای اسکوچیچ میبایستی در طول 12 روز برای صعود به مرحله بعدی جام جهانی، مرحله بعدی نهایی مقدماتی، تو 12 روز تو خرداد 1400 باید 4 تا بازی رو تو گرمای منامه میبرد. کامبوج، هنگ کنگ، بحرین، عراق. غیر ممکن به نظر میرسید که شما نلغزی تو این بازی ها. ایشون هر 4 تا بازی رو برد. بحرین رو 3 گل زد تو زمین خودش که هنوز تنها برد تاریخ فوتبال ایران در زمین بحرین. امارات رو برد، کامبوج و هنگ کنگ هم شکست داد، رفت مرحله بعدی هم که ایران راحت رسون جام جهانی. ایشون رو برداشتن
همین آقایون بهترین نسل تاریخ و نسل طلایی و اینا رفتن میشه معاون رئیس جمهور و اینا گفتن آقای کیروشو بیارید که ما آبرومون نره، که الحمدلله آبروشون نرفت، 6 تا خوردن از انگلستان. آقای اسکوچیچ با اون کیفیت برکنار شد. من 2 هفته، من بعد از اون در واقع اتفاقی که افتاد، اگر اشتباه میکنم بگید، من ندیدم مصاحبه کنه، هیچ چی بگه راجع به اینکه آقا منو تو اون شرایط برداشتن. اگه بوده واقعا تک و توک بوده، از زیر دستمون در رفته. با مزه ترش اینه که تقریبا 2-3 هفته پیش یه نشست خبری داشتم به عنوان سرمربی تراکتور، به بهانه نزدیکی بازی تیم ملی فکر می‌کنم یه خبرنگاری ازش پرسید تیم ملی، گفت آقا اون داستان برای من تموم شده، همه چیز به گذشته پیوسته، به تاریخ پیوسته، باید ازش عبور کنیم. آقای قلعه‌نی ول کن 2007 ول کن، تموم شد، همونجا هم رفتی به کره جنوبی باختی. چرا انقدر تکرار، چرا انقدر اصرار به اینکه در حق من ظلم شده، الان همون ظلم داره تکرار میشه؟ شما تو گذشته زندگی میکنی، همه ما رو هم پرت کردی عقب و بازگشت شما، بازگشت چنین کاراکتری به در واقع رأس هرم تیم ملی به نظرم از نشانه‌های عقب افتادگی کل کشور ماست. یعنی سیستم فشلیه که اجازه میده دوباره مربی که امتحانشو پس داده، با افکار عقایدش همه آشنان، از نظر فنی 10 سال گذشته جام فوتبال ایران نگرفته، دوباره بیاد بالا سر تیم ملی بشینه این فضای مسموم رو درست کنه. میگه من بی‌حاشیه ترین تیم ملی تاریخ رو ساختم. تیم بی‌حاشیه ترین تیم ملی که داره راجبش صحبت میکنه همین الان احمد نوراللهی بیرونه و ما نمیدونیم چرا بازیکنی که نیم سطر حاشیه و جنجال تو زندگی فوتبالش نداشته اینجور از این تیم بریده. بی‌حاشیه ترین تیم تاریخ شما تیمیه که آقای مهدی طارمی سر بازوبند کاپیتانی تیکه پاره میکنه هم بازیاشو. اصلا چیزایی که خدا داد عزیزی به عنوان شاهد حاضر در صحنه از اون زد و خورده و از اون کشمکشا سر بازوبند تو تاشکند تعریف میکنن حیرت انگیزه. کما این که میدونیم ما به ازا داره واقعیه. الان آقای طارمی در حالی بازوبند کاپیتانی رو بسته که علیرضا بیرانوند 2 سال قبل تر از ایشون و سردار آزمون 1 سال قبل تر از ایشون به تیم ملی رسیدن، ولی خب زور آقای طارمی حرف ایشونه. با مزه است، بی‌حاشیه ترین بازیکن تاریخ همین آقای طارمی قبل از جام ملت‌ها که چه جام ملت‌های بدی هم داشت، اون بازی با سوریه که ایشون اون اخراج ناشیانه رو داد، تیم ملی ایران میتونست حذف شه تو ضربات پنالتی. قبل از اون جام ملت‌ها همه تمرکزش اینه که برم کار تبلیغاتی بکنم تهران، بدون هماهنگی میاد تهران ویدیو تبلیغاتی ضبط میکنه. سرپرست هیچکی نمیدونه کجا رفته، سرپرست مادام العمر تیم ملی آقای نبی با این وضعیتش اونجا میگه که نه ایشون رفته برای بچه‌ش شناسنامه بگیره، عذرش موجه بوده. بعد آقای طارمی خودش مصاحبه میکنه میگه نه من اصلا ازدواج نکردم که بچه دار بشم. این بی‌حاشیه ترین تیم ملی تاریخی که شما ساختین، همه واژه ها رو به ابتذال کشوندین. واژه بی‌حاشیه رو همونجور که واژه تهاجمی رو به ابتذال کشوندین، چپ و راست داریم میگیم ما تهاجمی ترین تیم رو ساختیم، نمیدونم فلان کم. چرا؟ چون به قرقیزستان و افغانستان و این کشور 2 تا 3 تا گل میزنیم. خیلی طولانی شد، نمیخوام دیگه بیشتر از این وقت شما رو بگیرم. یه پایان‌بندی تلخ داره این عرایزم، نظر خودم میگم، نمیدونم با من هم نظر باشه یا نه. شکل در واقع مجموعه فدراسیون فوتبال تیم ملی جوری شده که من خودم به عنوان یه ایرانی تا 2-3 سال پیش فکر میکردم همیشه کاش مربی بزرگ خارجی بیاد. رویا داشتم تو سرم، فکر میکردم آقا فلانی بیاد فلانی بیاد. یه موقعی میگفتیم بیلسا بیاد، نمیدونم این یکی بیاد اون یکی بیاد. الان از صمیم قلب خوشحالم که مربی درست حسابی بالا سر تیم ملی نیست. یعنی فکر میکنم اگر یه شخصیت سالم، فنی و کارآمد و وارسته تو مجموعه تیم ملی سرمربیگری کنه یا پست بگیره با این بازیکن‌ها، با اون مجموعه فدراسیون فوتبال، غیر از اینکه عمرش تلف بشه، غیر از اینکه روزهای جانکایی رو پشت سر بگذاره، اعتبار حیثیت شب بین بره، ثمر دیگه براش نخواهد داشت. اتفاقا این تیم ملی مهدی طارمی، علیرضا جانبخش، اینا برازنده و مبارک و نوش جون آقای امیر قلعه‌نویی، نوش جون آقای مهدی زاجه. همتون دورم کیف کنید از روزگاری که دارید، روزگار نامراد. خیلی ممنونم که به این قسمت توجه کردید. با امید دیدار.